سلام بر بکس یوتیوب، حالتون چطوره؟ من علی وایتی هستم. خوش برگشتیم به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. بچه‌ها حالتون چطوره؟ الان ساعت 4 صبح بچه‌ها، نیم ساعت فقط از این گردونه که میگذره که اومده. بچه‌ها اومدیم واسه دیل متیک بچه‌ها فول کنیم، فقط بهش خودتون. پس واسه اول کار بگم، واسه خرید سی پی میتونی عضو کانال تلگرام من بشی، لینکش جای کپشن میذارم، کامنت واسه پین کردم، روش کلیک کن، عضو کانال تلگرام من شو. اونجا واسه خرید سی پی همین الان ثبت سفارش کن با اطمینان کامل. بچه‌ها رضایت مشتری دارین، اصلا خیالتون راحت باشه. و همین الان زیر این کامنت بهم بگو آقا این گردون رو میزنی یا نه. همین حتما بهم بگو و این ویدیو رو لایک کن، چنل منو سابسکرایب کن، زنگوله چنل فعال کن، بذار رو آل که با اولین ویدیو با خبر باشی. بریم واسه فول گردون این گردون خفن بچه‌ها. و بریم آخر ویدیو یه گیم پلی خفن هم ببینید و اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید بچه‌ها. این گردونه خیلی گردونه خفنیه. این بچه تا لجندش فرق میکنه. این متی که بچه یه ایم اسیست فوق العاده خفنی داره بچه. این یه باگی بود بچه، از یه ویدیو خارجی دیده بودم بچه، یوتیوبر خارجی و زدم و این باگ کار نکرد بچه. یه باگیه که شما باید چند بار رو اسکین گردونه بزنید و اون تیکه پایینی اسکیپ رو فعال کنید و واسه خودش بچرخه. احتمال اسکین گرفتن زیاد بود بچه‌ها که این اتفاق نیفتاد اصلا. بچه‌ها چلافش خیلی خوشگله. چلافه بچه‌ها یه ایم خوشگلی داره و اگه بخواید بچه‌ها سی بی دارید بخواید بزنید، این یه گردونه خفنه بچه‌ها. نظر من حتما بزنید، ارزش گرفتن 100% داره بچه‌ها. یه گیم پلی هم گذاشتم ببین، اشغال صفاسیتی بچه‌ها، خیلی بچه‌ها یعنی دیل خفنه. و بچه حتما این ویدیو رو لایک کنی. اگه چنل منو سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایبش کن. آقا برو ببینم چی کار میکنی دیگه. تا کی میخوای حمایت نکنید؟ آقا حمایت کنید بچه، دمتونم گرم. فقط بهش خودتون زدم ها، دیگه نگی که چرا ندی. بچه اسکینش یه خورده گنده است، واسه پلی دادن اصلا خوب نیست و این گان مخصوص سایرنه بچه. اینم از دیل بچه. برید عشق و حال صفاسیتی به راه. فعلا داشتی دست به جیب کرده واسه تو. هنوز کجا رو دیدی بچه؟ شما حمایت از داشلی ویدیو دیگه از این بهتر. و بچه اگه تونستم ویدیو فول آپگریدش هم واسه تو میذارم یه روز معین، یعنی یه ویدیو کامل در مورد فول آپگرید بچه. فقط عشق حال صفاسیتی یکی از بهترین گانه باشه بچه. ببین ایم اسیست خوبی داره و قدرت دمیجش بالاست بچه. یعنی از تا لجند، یعنی این متیک تا لجند خیلی فرق میکنه. کسی که گفته متیک به درد نمیخوره واسه خودش گفته. کی گفته؟ آقا وقتی شما این میگیری یه شفافیت بهتری داره بچه. بریم این از ویدیو بچه. حتما دوباره میام، حتما چنل منو سابسکرایب کن، ویدیو منو لایک کن و واسه خرید سی پی عضو کانال تلگرام شو. واسه عضویت در کانال تلگرام ما لینک کانال تلگرام داخل کپشن واسه گذاشتم، میتونی روش کلیک کنی. داخل کامنت واسه گذاشتم روش کلیک کن، عضو کانال تلگرام ما شو و واسه خرید سی پی اون ثبت سفارش کن. خودم اون جواب همتون میدم بچه. عشق منی، روز خوش. تا آخر ویدیو حتما ببین. Revive flight will arrive in 1 minute. Enemy is near. The enemy vehicle is nearly done for. Enemy down. Engaging the enemies. Enemy eliminated. I got shot. Only 2 teams left. Getting close to victory. The safe zone is collapsing. Enemy is near.
Ammo here. Enemy is near. Chip terminal is almost ready. Enemy is near. Roger that. The safe zone is collapsing.